سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. امروز در رابطه با ادامه فصل ششم در خدمت شما دوستان گرامی هستم که در رابطه با مهتاب و مشخصات آن که در فصل یک همین رو توضیح دادیم، ولی امروز باز یک مرور بسیار کوتاه در این رابطه خواهیم داشت و همچنین در رابطه با خسوف و کسوف که ویژگی های ایره باید بفهمیم چی است و یکی به چه قسم صورت میگیره و انواع حرکت زمین، کمیات وضعیه، جغرافیا توضیح میدیم. خب امروز در رابطه با مهتاب و مشخصات عمومی آن. وقتی که ما مهتاب میگیم یعنی نزدیکترین قمر بر کره زمین هست که گالیله نظر مختلفی در این رابطه داشته که گفته کوه‌ها و حفره‌های زیادی در سطح مهتاب وجود داره و اینکه جاذبه مهتاب 6 مرتبه کمتر از زمین هست. و اولین سفینه‌ای هم که به مهتاب رفت آپولو 11 بود که 3 سرنشین داشت. 2 سرنشین از سفینه پیاده شد و بر روی مهتاب تحقیقات علمی خودش را انجام داد و یکی هم کارهای هدایت او سفینه را در نظر داشت. و فاصله مهتاب از زمین و ای که نزدیکترین قمر هست 382180 کیلومتر مربع هست. جسامت مهتاب 82.1 که حصه‌ای از کتله زمین هست و قطرش هم 3472 کیلومتر می باشد. و این تصویر نگاه گالیله به زمین و مهتاب هست که قمر ببینید به این شکل در حال حرکت هست و زمین هم حرکت میکنه. و فاصله مهتاب و سیارات منظومه شمسی. در اینجا ببینید فاصله مهتاب از منظومه شمسی سیاراتی مثل اورانوس، زحل، مشتری، مریخ چقدر فاصله ها متفاوت هست. و حرکت انتقالی مهتاب. وقتی که حرکت انتقالی مهتاب میگیم یعنی ما این تصویر رو ببینید، این شکلی که براتون میکشم. اگر این زمین باشه، زمین و این مهتاب باشه، ام که میگذارم یعنی همون مهتاب، این حرکت انتقالی داره به سمت دور تا دور زمین میچرخه که این یک دور چرخشش باعث ایجاد یک ماه میشه که این 29 روز و 12 ساعت و 24 دقیقه طول میکشه. و همجور که قبلا گفتم مهتاب به دور زمین میچرخه و یگانه جسمی هست که نزدیک به سیاره زمین میباشه. و این هم قسمت پنهانی از مهتاب هست که قابل رؤیت نیست، یعنی ما این قسمت ها رو نمیبینیم مگر ای که تلسکوپ ها باشه یا ای که سفینه های فضایی یا ماهواره ها این اطلاعات را برای ما بیاورن. و ببینید این گودال هایی که در سطح مهتاب هست و این ناهمواری هایی که در سطح مهتاب وجود داره. و اگر دقت کرده باشین این رد پایی از یک فضانورد هست که بر سطح مهتاب باقی مانده. علت باقی ماندن ای به این خاطر است که وزش باد در سطح مهتاب صورت نمیگیره و این سالیان سال ممکن است باقی بمانه. و تغییر مواضع حرکت انتقالی مهتاب به اطراف زمین که هلالی هست، تربیع هست و بدر که همون ماه کامل هست یا ماه شب 14 که برش میگن. در این فیلم هم میخوایم سطح مهتاب را از نگاه یک سفینه دیگه ببینیم. ببینید این فضانوردان وقتی که در سطح مهتاب بودن این تصویر را گرفتن و این سمت کهکشان راه شیری دیده میشه. خسوف یا مهتاب گرفتگی زمانی اتفاق میفته که زمین بین خورشید و ماه باشه. این را اشتباه نکنید.
زمین بین خورشید و ماه باشه. فرض میکنیم این خورشید است، خیلی میذارم خورشید یا همون آفتاب. زمین و ماه. وقتی که زمین اینا در روی یک خط راست اگه باشه، وقتی که زمین ببینید بین خورشید و ماه قرار گرفته، باعث ایجاد خسوف یا مهتاب گرفتگی میشه که سایه از این زمین بر روی ماه میفته. خب در این تصویر به طور واضح‌تر خورشید، زمین، ماه، این سایه‌ای که در این قسمت اتفاق افتاده یا بر روی ماه افتاده و این نیم سایه‌ای که در این قسمت وجود داره. حالا او فیلمی براتون میخوام نشان بدم که چه قسم هست. ببینید وقتی که مهتاب گرفتگی صورت میگیره، مهتاب رنگش تغییر میکنه و اون سایه زمین که بر روی مهتاب میفته و این تصویری از مهتاب گرفتگی بود. کسوف یا خورشید گرفتگی وقتی که ماه بین زمین و خورشید قرار بگیره. پس وقتی که ماه اگر در یک خط مستقیم باشه، اگر این خورشید، ماه و زمین، وقتی که این ماه بین خورشید و زمین قرار بگیره، باعث ایجاد کسوف یا خورشید گرفتگی میشه که یک علم ثابت شده و دقیق هست که حتی دانشمندا یا منجمان میتونن این پیش بینی کنن مثلا چند سال آینده کسوف یا خورشید گرفتگی اتفاق میفته. خب در این تصویر ببینید در این عکس کاملا مشخص شده که خورشید هست، ماه و زمین. پس به این حالت خورشید گرفتگی میکنه. و این تصویری از خورشید گرفتگی است که وقتی که در درون یک هواپیما بوده این فیلم برداری صورت گرفته. ببینید اشعه از خورشید. و بعد از او حرکات زمین هست. زمینی که ما بر روی او زندگی میکنیم حرکات مختلفی از خود داره. خب حرکات انتقالی است، حرکات وضعی، حرکت نوسانی، حرکت زمین به سوی ستاره ویگا، حرکت زمین به صورت کهکشان سحابی. که حرکت وضعی به گردش زمین میگن که به دور محور خودش در حال چرخش است که یک شبانه روز را ایجاد میکنه. مثلا این روز و شبی که صورت میگیره بر اثر حرکت وضعی هست که در هر 23 ساعت و 56 دقیقه صورت میگیره که روزها تغییر میکنه یا شب میشه روز میشه. این گردش و این حرکت را بهش حرکت وضعی زمین میگن. خب نتایجی که این حرکت وضعی زمین داره یکی ای است که بر روی حرارت و برودت زمین تاثیر میگذاره. مثلا اگر دقت کرده باشین در فصلهای مختلف روز و شب با هم تفاوت داره. مثلا صبح‌ها سرد است، ظهرها گرم است یا مثلا شب‌ها سرد است. این اتفاقات ایجاد میشه. و یا ای که تغییر مسیر عناصر مایع و بادها هست که در نیمکره شمالی جانب راست و در نیمکره جنوبی جانب چپ انحراف پیدا میکنه. و همچنین گردبادها که در نیمکره شمالی خلاف عقربه های ساعت هست و در نیمکره جنوبی در جهت عقربه های ساعت حرکت میکنن که اینها خلاف یکدیگر هستن و همچنین ایجاد شب و روز. خب در این قسمت دقت کنید قطب شمال چرخش زمین خلاف جهت عقربه های ساعت هست. ببینید چون عقربه های ساعت به این قسمت هست اما این در جهت خلاف عقربه‌های ساعت حرکت میکنه، چه در قطب شمال و چه در قطب جنوب. و حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین در یک سال یعنی 365 روز و 6 ساعت
حرکت بیضوی خودش را داره که به دور آفتاب حرکت میکنه. پس این مهم است که حرکت انتقالی به دور آفتاب است. این نکته مهم است چون ممکنه جزو سوالهای کنکوری باشه. و همچنین یک منجم دیگه بر این معتقد است که حرکت انتقالی زمین را نظر به تمایل اشعه ستارگان به اثبات رسانده که چون شعاع ستارگان نظر به حرکت انتقالی در فصول سال کم یا زیاد میشه. و نتایجی که حرکت انتقالی داره تغییر موسم‌های سال هست و همچنین دوری و نزدیکی به آفتاب که در اسلایدهای بعدی را کاملتر با تصویر توضیح میدم. اعتدال بهار و خزان وقتی که صورت میگیره، یعنی در فصل بهار و خزان یک اعتدال صورت میگیره که 12 ساعت روز و 12 ساعت شب را ما تجربه میکنیم که منظور از اعتدال مساوی بودن شب و روز هست. و انقلاب شمسی هم که صورت میگیره که در اول سرطان هست که اول تابستان صورت میگیره که یک از قطرهای اوج و حضیض مدار بیضوی قرار میگیره و انقلاب شمسی را به وجود می آورد. که مثلا اگر ما در کشور افغانستان که در نیمکره شمالی هست زندگی میکنیم تابستان نداشته باشیم، اما در نیمکره جنوبی ما زمستان نداریم. مثلا شما از افغانستان زنگ میزنید به کسی که در استرالیا باشه، اون میگه که مثلا اینجا زمستان است در صورتی که شما تابستان را تجربه کردیم. در اینجا ببینید وقتی که اعتدال بهاره شروع میشه به سمت انقلاب تابستانی و بعد از اون که تابستان خلاص شد 3 ماهش به سمت اعتدال خزانی میره و بعد از اون دوباره زمستان شروع میشه و دوباره اعتدال بهاری صورت میگیره. زمانی که اعتدال بهاری دوباره صورت بگیره 1 سال تغییر میکنه یا همون 365 روز به اتمام میرسه. و طول البلد و عرض البلد که اینم در فصل 1 به طور کامل توضیح دادیم که طول البلد یا نصف النهار که از قطب شمال شروع میشه تا قطب جنوب. فرض کنیم اگه این کره زمین باشه، این قطب شمال به سمت قطب جنوب، ببینید و این میگن طول البلد که اینجا شمال و در این قسمت جنوب. و عرض البلد دوایری هست که موازی با خط استوا هست. پس این نکته مهم است، موازی با خط استوا عرض البلد که به سمت شرق و غرب امتداد داره که جهتش هم یاد بگیرید. و در همه دوایر با هم موازی هستن که در این تصویر ببینید خط استوا و خطوطی که موازی با خط استوا هست که به این عرض البلد یا عرض جغرافیایی میگن. و طول البلد از قطب شمال تا قطب جنوب میره و موازی با نصف النهار مبدأ هست. خب فصل 6 ما تا اینجا خلاص شد. امیدوارم که مباحث را کامل یاد گرفته باشین. مباحث بسیار ساده بود و سوالهای کانکوری که مربوط به این بخش هست. در منطقه بزرگ یخچالی گرینلند نور آفتاب به کدام گونه ذیل میتابد؟ این در فرم اول جوزجان آمده که جواب صحیح ما مایل هست. در سوال بعدی سفینه های آپولو 11 در قرن 20 میلادی به فضا پرتاب شده بود، دارای چند سرنشین است که در فرم دوم فاریاب آمده که همجور که توضیح دادم جواب صحیح ما 3 سرنشین می باشد. در سوال بعدی به طور تقریبی طول مدار زمین به دور آفتاب چند کیلومتر هست؟ این در فرم اول بدخشان آمده. جواب صحیحی که شما انتخاب کردید و امیدوارم که درست هم باشه 931 میلیون کیلومتر مربع است.
و خسوف و کسوف به یکی از نامهای ذیل یاد می‌گردد که در فرم سوم بدخشان آمده که همون مهتاب گرفتگی و آفتاب گرفتگی هست و گزینه سوم جواب صحیح ما هست. در سوال بعدی سرعت حرکت وضعی زمین از استوا به طرف قطبین چگونه هست که ای در فرم اول کاپیسا آمده که ای کاهش می‌یابد. این سوال دیگه آمده که انقلاب شمسی تابستانی در نیمکره شمالی چه وقت واقع می شود که در فرم اول پکتیکا آمده که بسیار سوال آسان است. در اول سرطان که اول تابستان هم هست. و سوال بعدی ماه‌های قمری بعضاً با کدام یکی از روزهای ذیل تنزیل می یابد؟ این سوال در فرم اول بادغیس آمده در 28 روز. انقلاب شمسی تابستانی در نیمکره شمالی چه وقت واقع شده؟ در اول سرطان که این سوال هم آسان بوده و هم پرتکرار. خب سوال‌های کانکوری ما هم خلاص شد. امیدوارم که مباحث خوب یاد بگیرین و با دقت درس خود بخوانید و تا جلسه آینده همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.